got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. سلام و درود بر شما ایرانیان عزیز ساکن لندن. من دعوت میکنم از آقای مهرداد سلیمی مدیرعامل شرکت انجمن و آقای سعید بیات مدیرعامل شرکت پارسیان فیلم که بیان روی صحنه با افتخار. اول اینکه دوست دارم تشکر کنم از تک تک شما عزیزان و اینکه اعلام کنم من خیلی ممنونم از اینکه شما حمایت کردید، ساپورت کردید ما رو و ترجیح دادید فیلمو روی پرده سینما ببینید. با اینکه خیلی ممنونم و امیدوارم در آینده با کمک آقای بیات و شما ایرانیان عزیز مقیم انگلستان بتونید برنامه‌های خیلی خیلی بهتری از اینی داشته باشید و تشکر میکنم از تمام بچه‌های بارکد. تک تک اسم نمیارم چون قراره بیان اینجا بعد صحبت کنن. توی سالن هستم و خوشحالم اینکه اختتامیه در واقع تور اکران‌های خارجی بارکد در لندن هستش و استقبال خوبی شد. یه اتفاق خیلی بد افتاد برای فیلم ما. یکی دو هفته دوستان قاچاقچی و دوستانی که همیشه به فیلم‌های ایرانی لطف دارن فیلم ما رو گذاشتن تو فضای مجازی، اما این ممکنه که یه ذره به اکران‌های ما در داخل ایران علیرغم فروش خوبی که داشت لطمه بزنه، ولی الان خوشحالم که همه مردم تجربه دیدن فیلم رو دوست دارن که در سینما داشته باشن و اومدن در سینما فیلم رو ببینن، به خصوص فیلمی که لحنش مدار کمدی هست و طنز هستش. فکر می‌کنم این با هم دیدنش جذاب باشه برای مردم. سلام. جای دو تا از دوستان بازیگر دیگه که با ما نیستن توی این سفر خیلی خالیه، خانم بهاره کیان افشار و جناب آقای رضا کیانیان. بعضا میشنویم بعضی موقع ها از افراد مختلف، هموطنهای مختلف که آقا ما فیلم ایرانی زیاد نگاه نمی کنیم، یعنی صنعت فیلمسازی ایران رو دست کم میگیرن. اما من میخوام خدمت شما عرض کنم که اگر در دنیا و کشورهایی که صنعت سینما دارن بخوام یه بررسی بکنیم، به جز هالیوود و بالیوود به دلیل شرایط و میلیاردها بیننده‌ای که دارن و هزینه‌های سرسام‌آوری که صرف پروداکشن میشه و برگشت مالی که دارن، ایران به جرئت میتونم بگم یکی از 10 قدرت برتر سینماست و شاید به قول آقای فرهادی جزو 5 قدرت برتر باشه. ما سینمای بسیار بسیار خوبی داریم. ما در هر جنباره‌ای که فیلم ایرانی وجود داشته باشه تمام کشورها روش حساب میکنن. با این همه دل ما سینماگرا به حمایت مردم خودمون گرمه، به خاطر اینکه الان اگه دقت کرده باشین در سال 94 آماری که گفتن کسایی که اخبار رو دنبال میکنن، فروش فیلم‌های ما به صورتی بود که اگر تقسیم میکردن به تعداد جمعیت کشورمون، هر ایرانی هر 5 سال یک بار به سینما میره، در حالی که سینما با گسترش شبکه‌های اجتماعی
حداقل مکانیه که میشه با هم بودن رو تجربه کرد، با هم فیلم دیدن رو، با هم گریه کردن، با هم خندیدن. و این آمار خدا رو شکر در سال 95 با فروش بالاتر فیلم ها رسیده به هر 2 سال یک بار. یعنی هر ایرانی هر 2 سال یک بار فیلم میبینه که هنوزم فکر میکنم برای مایی که مدعی فرهنگ هستیم، مدعی هنر نزد ایرانیان است و بس هستیم، آمار کمیه. امیدوارم که از حمایت خودتون از سینمای ایران دست نکشین. فرقی نمیکنه بارکد باشه، دراکولا باشه، فروشنده باشه، ابد و یک روز باشه. هر فیلمی که در ایران تولید میشه، به خصوص فیلم هایی که در بخش خصوصی و با سرمایه شخصی ساخته میشن، احتیاج به حمایت مردم دارن. ممنونم ازتون. بالاخره ما ایرانی هستیم پشت هم باز. و اینکه خیلی ممنون تشریف آوردید. من میخواستم امشب اکران آخر بارکد هست ما تقدیم بکنیم به عزیز دوچرخ سوار پارالمپیکیمون که جونشون از دست دادن. به هر حال ایشون پرچم کشور عزیز و به هر حال به یاد ایشون 1 دقیقه سکوت کنیم. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید. هر 40 روز یک بار قرار شده که آقای بیات و آقای سلیمی یک فیلم بذارن. فیلم بعدیش ان شاءالله دراکولاس با حضور آقای رضا عطاران. من میگن اینو بگو اونو بگو، خودتون میگم دیگه. شما چقدر تکون میخوری؟ ببخشید مشکل خاصی داری؟ اون یکی میکروفون من میدیم قطع میشه. دوتا شرط. من خیلی خوشحالم که اینجا هستم. چرا من خوشحالم؟ ببخشید چون خیلی فضا جدی شده بود، آقای رادان خیلی مباحث جدی رو در سینما عنوان کردن، من مجبور شدم یه چیزایی بگم. ولی میگن مردم ایران بیرون ایران یه ذره با هم خوبیم که الان من دارم میبینم همه خوشحالم. آره لباسای خوب، همه خوشتیپ خوب، همه چی خوبه. ان شاءالله که سالیان سال در خارج از ایران کنار هم خوب زندگی